اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. وزارت مالیه میگوید تعیین تعرفه بالای اموال صادراتی و وارداتی از صلاحیت وزارت مالیه می باشد. با فعالسازی ترانسفرمر 315 کیلووات در منطقه قلچه ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر 150 خانواده از برق مستفید شده است. در ولایت غزنی نیروهای ویژه وزارت امور داخله یک قاچاق کننده اسلحه به کشور پاکستان را دستگیر نموده. ستره محکمه در خبرنامه میگوید رئیس استئناف ولایت پکتیکا از محکمه ابتدایی ولسوالی متاخان دیدن نمود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید شرکت مخابراتی روشن در ولسوالی ارگون ارائه خدمات 4G خویش را آغاز نمود. در ولسوالی متذکره برای بار نخست زمینه ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی مساعد می شود که مشکلات مخابرات باشندگان آن ولسوالی حل خواهد گردید. هلال احمر افغانی میگوید توزیع کمک‌های غذایی به 47400 خانواده در 25 ولایت کشور با هماهنگی سازمان همکاری‌های اسلامی و حمایت مالی بنیاد خیریه ملک سلمان آغاز شده است.